جناب پیغمبر دعا میکردن که ای پروردگار وطن منم پربرکت بگردان، پر از خوشی‌ها و خوبی‌ها، یعنی فتنه‌ها و بدی‌ها از وطن من دور بگردان. ما هم باشید دعا کنیم که خداوند وطن عزیز ما را آباد و زیبا و درخشان‌تر بگرداند. خداوند از این غریبی‌ها و از این رنج و مشقت و طعنه شنیدن و آزار دیدن و ناراحتی‌های ما خداوند این را از حیات دور بگرداند که در وطن ما همیشه باشه. دوستای خدا وطن را به یک چیز بسیار میارن، میگم وطن مثل مادری هست. چی نمیگی؟ پیش بار در آغوش مادرش آرام میگیره، اگر اهمیت داشته پیش دنیا شد، وقتی مادر در آغوش میگیره خاموش میشود، یعنی حد میکنه. انسان هم یگانه آرام وطنش احساس میکنه. برادر عزیز، ما در هر جای داریم، غریب هستیم، مسافر هستیم، مهاجر هستیم، دوباره وطن خدا را هر شخصیتی که به سوی پدر و مادرش نگاهی رحمت میکنن، نگاهی مهربانی، پدر و مادر را تماشا میکنن. تماشا کردن چهره پدر و مادر، جناب پیغمبر گفتن ثوابش مثل همینه که خداوند در نامه اعمال این فرزند ثواب یک حج مبرور و مقبول نوشته میکرده است. تماشای پدر و مادر عبادت است. تماشا کردن با مهربانی و خوبی به سوی پدر و مادر برای فرزند عبادت است. برادران عزیز، پدر و مادر احترام کن، دعاش بگیر. روزی می روند والله قامتت می شکنه، خانت به نور می شود، تاریک می شود زندگیت، خیلی حیات دیگرگون تغییر می یابه، به سرپوشه می مانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادر بزرگوار به قدرش برست که نمیابیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این میسوزی، میخواهی که یک بار پیداش کنه ای پدر جان بگوی دیگر نمیابی.